این مرد خیلی تنبله. یه خانم داشت با عجله میومد سمت آسانسور و اون اصلا حاضر نشد که کمکش کنه. یه مردم داشتش جنساشو بار میزد و متوجه سبدش نشد. یه لحظه بعد سبد از کنار گشادخان رد شد و بازم کمک نکرد. گشادخان اینقدر تنبل بود که هیچی به ورش نبود. ولی یه روز وقتی که پشت چراغ قرمز بودش، یه پیرزنی اومد و دستاش رو گرفت. اون که اهمیتی به پیرزن ندادش، بدون توجه رفتش از خیابون رد بشه. ولی پیرزن خیلی کند بودش و همون موقع بودش که یه ماشین با سرعت داشت نزدیک میشد. اما خوشبختانه ماشین به موقع وایساد و این اولین باری بودش که اون دستش رو در آورد تا خودش و پیرزن رو نجات بده. پیرزن ازش تشکر کرد و رفتش و وقتی که گشادخان به خونه برگشت، هنوز داشتش به این فکر میکرد که چه احساس خوبیه به بقیه کمک کردن. پس تصمیم گرفت که یه آدم دیگه بشه و شروع کنه به کمک کردن دیگران. بعدن زندگیش کاملا عوض شد و خیلی پر انرژی شد. اون روز وقتی که یه مرد تنبل مثل خودش دیدش، تصمیم گرفت که نقش کورا رو بازی کنه و باهاش بره وسط خیابون. نتیجه اخلاقی گشاد نباشه.